سلام، این منم. اسم من ولفیه. دیگه فکر میکنم همتون منو بشناسین. چاچاهای توپولیم. این چمدونه منه. ما میخوایم یه مسافرت چند روزه بریم بچه ها جون. دارم چمدون میبندم. البته مامانم داره زحمتشو میکشه. چمدونه اینجا داره باز میکنه و یه ذره اینجا ترسیدم. این ظرف غذاهای توی خونمه. یکیش برای یکیش برای غذا خوردنمه. این یه دستمال مرطوبه بدون الکل که میزنه به سر صورتم مامان جانم. اینم خوشبو کننده است، یعنی دستمال مرطوبه خوشبویی که مامانم میکشه سر کلم. اینا شونه های متنوعمه. از اونجایی که من موام خیلی بلنده، مامانم تون من شونه میکنه. چند مدل شونه دارم، تو چند مرحله شونه کشی میشم بچه ها جون. مامانم اینجا میخواد شونه هامو بذاره تو کیفم. داره تلاش میکنه اینجا که اینا رو جا بده توی اون. فکر میکنم کمی دیگه موفق بشه. بله موفق شد. غذاهای خیس مورد علاقه منه که با غذا خوش مامان جونم برام قاطی میکنه و میخورم. فکر میکنم اینا کم نباسه 3 روز داره برام برمیداره. خب من شکرم. اینا خوراکی های مورد علاقه. اینو که دیگه نگو، جون میدم براش، انقدر خوشمزه است. خوراکی مورد علاقه من. از اینا بهم بدین، هر کاری بگیم براتون انجام میدم. اینجا در شو بس گذاشت کنار، کاش بیشتر برمی داشت. اینا دو قوطی ببخشید، 2 قوطی غذا خیس بنده است که خوشم میاد. ایشون جعبه بیسکویت همه و این عطر خوشبو کننده موهام هستش. بچه ها جون خدا حافظ. ماما جونم شمیدونم و بس. خداحافظ. میریم محله بعدی. اینجا رسیدم. به چه آب و هوایی. چقدر من خوشحالم که اومدم اینجا. چه جایی. به ویورره. بچه ها جون جاتون خیلی خالیه. خیلی خالیه. تا یه بلکه دیگه